أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران و خواهران عزیز با خواهش شما امروز ما انشاءالله کتاب شرح مختصر قدوری رو سر میکنیم. مؤلف این کتاب شیخ عبدالغنی غنیمی میدانی است، یکی از علمای معروف است. این علما بسیار آدم میشناسند. این در کتابش مختصر قدوری هم امام از مصر است و این کتاب رو درباره این کتاب خیلی آدم بسیاری آدم میشناسند و میدونند. شیخ عمر احمد مصری که یکی از علمای بزرگ است و شیخ غنیمی این شرح داد برای این کتاب. امروز ما شرح این مختصر قدوری رو میخونیم و کوشش میکنیم که برای عبادت ما، برای طهارت ما، نماز ما، برای عملهای صالح ما مثل ما علم گیریم و این خیلی کتاب خوب است برای فهمیدن نازکی‌های طهارت و نماز رو دونستن. برای هر یک تایما مهم است. خدا انشاءالله ما دعا میکنیم که پروردگارم این علما را رحمت کنه و علمی که ایو گرفتگان برکت اهمی علما بر ما انشاءالله عطا کنه. کتاب طهارت. کتاب طهارت، طهارت لغت نظافت. مثل در لغت در زبان طهارت معناش که تازه بودن و شرعا در شریعت معنا دارد النظافت عن نجاست، مثل ای نجاست تازه بودن. حقیقیتا کان و هی خبث او حکمیتا و هی الحدث، مثل نجاست حقیقی باشه مثل میبینیم تازه میکنه میره و یا نجاست حکمی. نجاست حکمی گفته وقتی که آدم به طهارته. برای چی نجاست داره؟ برای که او همین حلقی نماز خونده نمیتونه. و تنقسم بالاعتبار ثانی، مثل با همین خودش طهارت با که ما گفتیم که دو قسم جدا میشوه، دو خیل میشوه. ثانی گفته در باره حکمیش میگن، همین طهارت حکمی با دو خیل میشوه. الى کبرا و اسم خاص الغسل، مثل کبرا دا تقسیم میشوه. نامش هست غسل کردن، مثل شستن. و الموجب له حدث الاکبر، مثل وقتی که آدم جنوب میشوه باید آبوزی کنه. و الى صغرا دویمش ای صغرا، مثل کبراش میگن غسل، صغرا میگن طهارت معده. بگیم طهارت کلان کبرا، طهارت معده صغراش میشه. و اسم خاص الوضو، مثل وضو کردن برای نماز. و الموجب له حدث الاصغر و باقی نوع آخر و هو تیمم، با یک نوع دیگه موندگی ای تیمم است. مثل وقتی که طهارت با خاک میکنیم وقتی که آب نباشه. فإنه طهارت حکمیت یخلفهما معا، مثل همین تیمم کردن مثل وقتی که آب نیست یا آب هست آدم مریض است، مثل این باب مستقل است ما درباره این گپ میزنیم. مثل وقتی که آدم تیمم میکنه هم طهارت کبراش هم صغراش داخل میشه، مثل هم طهارت کلان و معده با یک تیمم کرده میشه. و یخلف کل منهما منفردا عن الاخر و قدمت العبادات على غیرها، مثل همین بابای هسته، بابی زکات هسته، مثل بابی حج هسته، مثل درباره طهارت یکم سر کرد. برای چی؟ اهتماما بها، برای که مثل این خیلی مهمه. لأن الجن والانس لم تخلق الا لها، برای که جن انسان آفریده شدگان برای عبادت کردن. و قدمت الصلاة من بینها، مثل نماز یکم گفت از عبادت ها، لأن عمادها، عماد الدین این نماز است. و قدمت الطهارة علیها، طهارت در نماز از نماز پیش گفت، نقل سر شد. برای چی؟ لأنها مفتاحها، برای کلید نماز این طهارت. و قدمت طهارت الوضوء، مثل ای طهارت هر خیلی طهارت کلان هسته، مثل غسل میگیم، بعد دیگه طهارت هسته، طهارت با تیممش میگیم. ای همین وضو را سر کرد، طهارت معده ای که ما نماز سر میگیم. لکثرت تکراریه، برای که بسیار تکرار میشه. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. این آیت قرآن است، المائده آیت 6 که درباره وضو، درباره طهارت گفته شده است. افتتح رحمه الله تعالی کتاب بآیات من القرآن. شیخ قدوری همین مختصرش با آیت قرآن سر کرد. على وجه برهان
استنزالا لبركته. مثل برای که نشان متا آیت قرآن است برای طهارت، برای دلیل آوردن و برکت آیت قرآن قبول کردن. و تیمم بتلاوتی. و الا اگر برکت قرآن نباشه، مثل استدلال دلیل آوردن نباشه، فذکر دلیل خصوصا علی وجه تقدیم لیس من عادتی. مثل همین آیت آوردن یکم به یگون فهموندن، به یگون گپ گفتن، این عادتی ای شیخ قدوری نیست. مثل درس امروزه ما درباره طهارت است. فرض الطهارت غسل الاعضاء ثلاثه. فرض طهارت همین سه اعضا را شستن است. یعنی وجه و الیدین و رجلین، مثل روی و شویم دستها را، پایها را. و سماع ثلاثه و هی خمسه. مثل سه تا نمبر کرد، این 5 تا، مثل 2 تا دست، مثل دست، پا، مثل رو 5 تا میشه. لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضوين. مثل یک حکمه، مثل یک پا و یک دست اسم اخلامی هر دشه ما ای حکم میکنیم كما في الآيات. و مسح الرأس بهذا الناس والفرض غلط. مثل مسح الرأس ماسک کشیدن سر، موی سر وقتی ما ماسک میکشیم این فرض است. مثل شستن رو، دستها، پایها، ماسک کشیدن سر. و الفرض لغة تقدیر. مثل فرض چی معنی داره در لغت، در زبان این تقدیر گفته یک مقدار میگیم. و شرعا در شریعت معنوش ما ثبت لزوم بدلیل قطعی. مثل فرض در شریعت معنای اون رو داره که همون دلیلی که با دلیل اومدگی قطعی لا شبهه فی به شبهه. مثل نماز آیت قرآن است برای نماز خوندن یا زکات دادن آیت قرآن است، مثل یگان شبهه نیست، این فرض است. که اصلی غسل مثلا شستن و المس فی الاعضاء الوضوء، ماسک کشیدن، و هو الفرض علما و عملا. مثل یا فرض میشه هم علما و عملا هم علم قطعی اومدگی هم عمل قطعی. و یسمى فرض القطعی. مثل فرض قطعی گفته، مثل فرض پره. و منه قول مصنف و فرض طهارت غسل الاعضاء ثلاثه. مثل همین گپی که مصنف گفت، مثل برای فرض طهارت این غسل الاعضاء ثلاثه، مثل شستن پایها و دستها و ماسک کشیدن سر. و کثیر ما یطلق فرض على ما یفوت الجواز بفوت كغسل. مثل و کثیر ما یطلق الفرض، اکثریت مثل فرض در اون مورد میگن که على ما یفوت الجواز، وقتی که مثل به ای کار دیگه کردن نمیتونه. به قول که غسل مثل شستن و مسح مقدار معین فیه. مثل ماسک کشیدن 4 سر باید بکشه. ماسک کشیدن 3 طوری مو حساب نمیشه، ماسک باید 4 سر باید ماسک کشید. و اول فرض عملا، مثل ماسک کشیدن مقدار ماسک کشیدن فرض، مثل چقدر گفتیم سر 4 قسم میکنیم، یک قسمش باید ما ماسک کشیم، این فرضه. همین فرض عملا عمل قطعی اومدگی نه که علم قطعی نه. علم قطعی برای چی نه؟ برای که مذهبای دیگه ده هسته که 4 سر ماسک نمیکشن. مذهب مثلا امام شافعی همین 3 موی سر که ماسک کشی، صبح میخوره که ماسک کشیدگی. و یسمى فرض اجتهادی. مثل این اجتهاد قطعی اومدگی. و من قول والمفروض فی مسح الراس مقدار ناسیت. مثل فرض در ماسک کشیدن سر، موی سر، این مقدار ناسیت این پیش سر میکشه. و حد الوجه من مبدأ سطح الجبهه. و حد الوجه مثل رو، شستن رو وقتی خون میگیم که جاهای روی باید باشیم. سر میشوه من مبدأ سطح الجبهه الى اسفل الذقن. این ای بولو، ای هم پیشونی که جای موی سر میشوه الى اسفل تو پایونی این میجای منه، تو پایون منه ما باید باشیم طولا درازیش. و ما بین شحمتای اذنیه عرضا. مثلا طرفی ای طرفی گوش ملایم نرمی گوش تا ای طرفی ملایم نرمی گوش ما باید باشیم. و المرفقان تثنیه مرفق بکسر میم و فتح الفاء و عکس موضع الذراع فی العضد. مرفقان و الكعب. مرفقان گفته این جای استخوان نمیگن. مثل همین دو طرفی دست وقتی که ما باید همین جای بین همین جای دسته بالاترش باید دست بوشیم. فرض شستن همین جا تو اینجا ما باید فرض شستن باید بوشیم. این همین جای دست نامش مرفقه به زبان عربی. ولی کعبانی تثنیه تو کعب ای بجلکی پا میگیم، پایونی بجلکی پا. والمراد به هنا هو العظم الناتج متصل. مثل وقتی که هم بجلکی پایی که ادی طرفی که استخوان برآمدگی به عظم الساق و هو صحیح. یدخلان فی الغسل، همین بجلکی پا و هم استخوانی همینجا بین دست در شستن میدرویند. باید ما بالاتر تو بالا را بوشویم.
على سبيل الفرضية وغسل إسالة الماء. مثل غسل گفته چی میگن؟ شستن چی معنی داره؟ در جا میفهمونن که إسالة الماء آب رسوندن و حد الإسالة في الغسل أن يتقاطر الماء. مثل قطره آب باید بچکه. همین خیلی باید بشویی که قطره آب بچکه. اگر بشویی که قطره آب نچکه حساب شستن نمیشود. ولو قطرة عندهما. مثل هم یک قطره باشه. وعند أبي يوسف میگه يجزي إذا سال على عضوی و لم یقطر. مثل ابو یوسف چی گفته است؟ میگه که اگر یگان قطره هم نچکید همین بالای دست که چکیدیم همین حساب میخوره. فتح القدیر و فی الفایز کتاب فایز آمدگی فایز اقل قطرتانی فی الاصح. یعنی اصح میگه چی؟ اصح قول مثل باید همین دو قطره وقتی شستنده باید بچکه که حساب شستنده باشه. وفي دخول المرفقين والكعبين خلاف الظفر. مثل ظفر بود در این مسئله خلاف گفتگی برای شستن بجلکوی پایو مثل دست اورنج مثل بالای دست. والبحث في ذلك وفي القراءتين في أرجلكم قال في البحر لا طائر تحته بعد الانعقاد الإجماع على ذلك. إجماع هست میگه باید داخلش فان باید بشوییم. والمفروض في المسح راس مقدار ناسیت. ما گفتیم مثلا فرض در ماسک کشیدن راس سر این مثلا همین ناسیت گفته همین بالای سر چوریکی سر باید ماسک بکشه. أي مقدم راس وهو الربع شوريك السهم. وذلك لما روي المغيرة بن شعبة دليل همي أيجوم دقيه مغيرة بن شعبة روايات مكنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صبت بضم كناسة قوم. سو پیغمبر خدا حبیب خدا علیه الصلاة والسلام حاجت خونه رفت. فبال پیشاب کرد و توضأ و وضو کرد. و مسح على ناسیته و خفیه. مثل ماسک کشید. بالای سر پیش سر همینجوری ماسک کشید و خفیه مثل همین خفایی که خون میگیم ای چرمان بالای همون ماسک کشید. ولی کتاب مجمل فی حق مقدار. مثل کتاب اومدگی درباره همون چند باید ماسک بکشیم. فالتحق بیان به. و فی بعضی روایات قدروا اصحابنا بثلاث اصابع من اصابع اليد. مثل سه چیلی گفتگیان. باید همون مقدار ماسک کشیدن سر باید همین مقدار سه چلیک باشه. لأن أكثر ما هو الأصل في الآية المسح إدال وفي قال في الفتح در كتاب فتح گفته شده است. وأما رواية جواز قدر ثلاث أصابع وإن صح بعض المشايخ نظرا إلى أن الواجب الصاق يد والأصابع أصلها. مثل همین سه چلیک شید مثل همین سه چلیک سومیخره اکثری همین دسته همین کف. مثل همین سه چلیک سومیخره که همه دست برای که سه چلیک زیاده عیده چلیک. وقتی که هم میگه مقداری همین سه چلیک برای ماسک کشیدن حساب میخوره برای ماسک کشیدن. ولذا يلزم بقطعها دیه کلیت. مثل اگر یک آدمی دیگر مثل سه چلیک شکی برید قصاص گرفتند همه آدمی که همین گناه کرد او را سه چلیک شنی او را دستش میبرن میگه. برای همین میگه همین سه چلیک داخل میشه همه چلیک کده. و ثلاث اکثرها ولی اکثری حکم الکل میتن. وهو المذكور في الأصل فيحمل على أنه قول محمد لما ذكر كرخي والطحاوي أصحاب مقدار ناسب. أصلا أن أبي حنيفة يفيد أن غير منصورة رواية قول المصنف يعني صاحب الهداية. وفي بعض الروايات مثل در این مسئله خلاف رفتگی. یکی ما باید بدونیم که فرض طهارت ماسک کشیدن سر این چورکی سری سو میخوره. خدا همه ما رو ان شاء الله عالم کنه و علمای با فایده کنه. آمین یا رب العالمین.